قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: فأنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محترم، برادران دین دوست و متدین، بزرگواران، موسفیدان، محصلین و متعلمین، حضور خرد و بزرگ فرد شما، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا را سپاسگزار هستم که با مرور یک هفته بار دیگر در خدمت شما سروران و عزیزان و بزرگواران قرار گرفتم، اینک تا رسیدن ادای نماز مکتوبه لحظات توجه شما را به این طرف معطوف می دارم تا پیرامون معانی و مفاهیم والای اسلام لحظات صحبت داشته باشم. در پیرامون موضوع موسیقی و آوازخوانی و امثالهم، آیه را که حضور پرنور و چهره درخشنده شما قرائت کردم، آیه است از سوره لقمان. یکی از آیه های است که علمای امت، فقهای امت، دانشمندان امت از این آیه مبارکه بر حرمت غنا و بر حرمت موسیقی استدلال کردند. علمای امت، روحانیون امت بر حرمت ملاهی، بر حرمت اسباب لهو و بر حرمت تغنی و به اصطلاح روز و عصر تاریخ موسیقی قول کردند. البته برای موسیقی برخی احوال هم هست که حالاتش فرق میکنه، که بعض آنها به اجماع امت، به اجماع علمای امت حرام است و برخی حرمتش نسبی هست. به هر تقدیر الله جل جلاله نظم کائنات را و نظم کره زمین را در وسط توده بشر و جوامع بشری رهبری و ارگانیزیشن روحانیت او را هم از نظر تدین و هم از نظر تمدن به سوی انبیا علیهم الصلوات و التسلیمات واگذاشته. یعنی از زمان آغاز خلقت بشر، از زمان آفرینش بشر در روی زمین، پروردگار قدیر جل جلاله انسان را در درازنای تاریخ هیچگاه مهمل نگذاشته، هیچگاه ترک نکرده، هیچگاه تنها نگذاشته
و هیچگاه اونها را در یک زاویه به اصطلاح غفلت و زاویه تنبلی و امهال قرار نداده، بلکه در هر برهه تاریخ و در هر لحظه تاریخ و در هر مقطع زمانی و مکانی که ایجاب و تقاضای الله جل جلاله از قدرت و مشیتش میکرد، یک رهبر روحانی، یک مرد بزرگ، یک مردی که در سیاست، در غیرت، در تدین، در تمام مواصفات بشری مافوق همه بشر عصر تاریخی خود می بود، برای رهبری جامعه و برای هدایت جامعه و برای کشیدن مردم از انزوا، از عزلت، از کفر، از شرک، از بدعت، از خرافات، از اوهام، از خیالات، از بت پرستی ها، صنم پرستی ها و امثالهم می کشیدن به سوی میدان وحدت، به سوی میدان یکتا پرستی، خدا پرستی، واحد پرستی و الله پرستی. و شعارشان این بود که خود را از قیود مخلوق رها کرده و به قید یک ذات واحد، ذات نیرومند و قدرتمند و عالم و دانا درآیید. یعنی خود را از بندگی مخلوق رها کرده بیایید یک جا همه بنده خدا شویم و بنده خدا باشیم. و پروردگار جل جلاله زمانی که این وکلا و این نماینده های منتخب خود را به سوی توده های بشری در مقاطع مختلف زمانی و مکانی روان میکرد، برایشان دستور عنایت میفرمود، برایشان دستور میداد، هدایت میداد که شما در زیر حمایت من قرار دارید و بروید پیام مرا، دعوت مرا به سوی قلدران و زورگویان تاریخ، به سوی ددمنشان و خطرناکان تاریخ و به سوی بدماشان تاریخ برسانید. اگر آنها دعوت شما را پذیرفتند، من بر آنها احسان میکنم، منت میگذارم، نعمت پشت نعمت برشان روان میکنم. اگر آنها در برابر شما قیام کردند، قد علم کردند، گفته های شما را به سخریه و استهزا و تمسخر کشیدند، من بر آنها بلا میفرستم، با آنها را دچار مصیبت ها، دچار زلازل، رجفه ها و بلاهای گوناگون خواهم. و از پیامبران الهی در زیر یک چتر حمایت کلی، در زیر یک کور و پوشش کلی از جانب پروردگار، با یک حمایت قاطع، با یک حمایت 100% می آمدن و بندگان خدا را به یقین کامل، به ایمان راسخ، به عقیده جازم به سوی خدا وحدانیت، به سوی توحید و حقانیت و به سوی واقعیت ها دعوت می دادن. آری اگر ما درست در تاریخ تعمق بکنیم و درست در تاریخ منهمک شویم، یقینا که مسئله چنین است. هر آن توده های بشری که در برابر انبیا، نخبگان الهی، بندگان الهی، نمایندگان منتخب خدا کرنش کردند، سر اطاعت فرو آوردند و تمام دعوت انبیا علیهم الصلوات و التسلیمات را بدون قید و شرط پذیرفتند، پروردگار جلت عظمته با او توده، به او جمعیت و به او مردم افتخار بخشید، عزت بخشید، اوشان را سرآمد تاریخ قرار داد. و هر او دشمنان تاریخ، دشمنان بشریت و آدمیت و انسانیت، دشمنان عقل و منطق و استدلال که در برابر انبیا استادگی کردند، کرنش نکردند بلکه واکنش منفی نشان دادند، اطاعت نکردند بلکه گردن فرازه و طغیان و تکبر کردند و از دروازه کفر و ستیزه و انکار و جهد در آمدند، در آن صورت است که پروردگار بلایای خطرناک تاریخی را بر سرشان فرود آورد که قرآن ما کتاب فرستاده شده از جانب رب العزت،
او بلاها را به طور نمونه و مثال، به طور وعظ و پند و نصیحت در مقاطع مختلف قرآن به ما بیان میکند. ما بر بنی اسرائیل در صورتی که اونها در برابر نبی خدا، در برابر شرع الهی، در برابر وحی آسمانی و دین خدایی وقتی که واکنش منفی نشان دادن، ما بر علیهشان به عنوان بلا، به عنوان زجر، به عنوان تنبیه، به عنوان تازیانه تعذیب و به عنوان تعذیب بر علیهشان روان کردیم طوفان را، ضفادع را، دم را. یعنی به صورت مفصل اگر عرض بکنم چیزی وقت را بیشتر البته میگیره. پروردگار جل جلاله به خاطر گستاخی و بیادبی بنی اسرائیل خداوند قدیر بر بالایشان طوفان را به عنوان عذاب روان کرد، دم خون را به عنوان عذاب روان کرد که از آب رودنیل آب میگرفتن برای خوردن خون میگشت، دیگر قابل استفاده نبود. قورباغه که ما و شما قورباغه به لسان خود میگیم، خداوند این بالایشان مسلط کرد، در نوالیشان، در دسترخوانشان، در رخت خوابشان، در هر جایی که میرفتن حضور و وجود داشت. یک چیزی است که طبع سالم از اون نفرت میکنه و او را بد میپنداره. زندگی به بالایشان تلخ شد. همچنان در مالشان به عنوان کنه، در مزارعشان به عنوان ملخ و امثالهم چیزایی را مقرر کرد که تمام درآمدشان را به اصطلاح مورد کاهش و مورد نقص قرار داد. و خداوند جل جلاله این وعده خدا برای انبیاء الهی جامعه عمل پوشانیده و این وعده خود را برایشان تطبیق کرد. هر او کسی که در برابر انبیاء استاده شد او جان به سلامت نبود، هم ایمان از دستش رفت، هم انسانیت از دستش رفت و هم در آخرت مورد عذاب الهی قرار خواهد. به همین اساس خداوند جل جلاله آخرین پیامبرش را به عنوان پیامبر دین و دنیا، به عنوان پیامبر تدین و تمدن، به عنوان پیامبر دین و سیاست، به عنوان پیامبر دین و اقتصاد، به عنوان پیامبر دین و فرهنگ و اجتماع که تمام او در زیر سایه دین حوزه میگیره، جا باز میکنه فرستاده تا اینکه تمام بشریت از اقصای عالم، از تمام گوشه ها و کناره های دنیا به این پیامبر و به این نبی موعود که در کتب آسمانی برشان دستور داده شده بود و برایشان وعده داده شده بود، نبی موعود به امی خاطر گفته می شود که همه ایمان بیاورن، همه تصدیق بکنن و همه به اون مؤمن شوند و تمام ادعاهای نبوتش را و وحیش را تصدیق بکنن. ای در کتب سابقه، در تورات و انجیل برای علما و احبار و رهبان یهود و نصارا معلوم بود. حضرت عیسی مسیح علیه السلام علی نبینا و علیه الصلوات و تسلیمات، خدای بزرگ از او حکایت میکنه که یعنی عیسی علیه السلام برای بنی اسرائیل گفت شما فقط خدا را عبادت بکنید و به پیامبران انقیاد و اطاعت داشته باشید و شما را من بشارت میدم برسول یأتی من بعد اسمه احمد، و پیامبری که بعد از من می آید و نام او احمد است. احمد یا محمد در اناجیلی که ذکر شده به نام پاراکلیت یا فرقلیت یا پرکلیت که او هم به معنای محمد است، به همون زبان عبرانی یا سریانی به معنای محمد است. شخص ستوده شده، شخص صفت کرده شده، اوصاف او بیان کرده شده. اوصاف محمد در زمین، در آسمان، در انجیل، در تورات، در تمام کتب سماوی بیان شده. حتی روایات وجود دارد که به پایه صحت نیز رسیده که از زمانی که خداوند آدم علی نبینا و علیه الصلوات و تسلیمات را به عنوان خلیفه خود در زمین انتخاب کرد، از او زمان به بعد هر نبی و هر پیامبری که فرستاده میشد از بعثت و فرستادن محمد خدا برش وعده میداد که اگر در زمان تو ظهور کرد به او نصرت کو، به او کمک کو و او را یاری. هر پیامبری را خدا ای وعده میداد تا اینکه آخرین پیامبر خدا قولش حکایت میکنه حضرت عیسی علیه السلام یأتی من بعد اسمه احمد.
محمد پیامبر خدا، محمد آخرین پیامبر، محمد پیامبری است که تمام قصر نبوت را زینت میبخشد. اگر از بین قصری که به تمام میلیاردها خراج شاهی و مصرف جور شده باشد ولی که یک بدنه اون مخرب و تخریب شده باشد، تمام زینت همون میلیاردها دلاری که در اون مصرف شده باشد بیهوده میسازد. فرستاده شدن محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، خاتم النبیین، آخرین پیامبران یا مهر صفحه نبوت، همین معنا دارد که قصر نبوت، بنیاد نبوت، جدران نبوت، دیوارهای نبوت، آخرین خشتش به واسطه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم تکمیل میشه. ای آمده با خود شریعت آورده، با خود دین آورده، با خود دیانت آورده و تمام مسائل را قانون گذاری کرده. بعد از پیامبر دیگری با عنوان دین جدید، با عنوان آیین جدید، با عنوان پیامبر جدید در بین بشریت عرض وجود نخواهد کرد. اگر نزول حضرت عیسی علیه السلام در مناره شرقی دمشق صورت میگیرد، او به عنوان فرستاده شدن یک پیامبر نیست، بلکه او به عنوان ممد و کمکگار بر شریعت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهد. راجع به این موضوع مطلب را اضافه نمی کنم. بالای آیه که حضور شما تلاوت کردم، بالای او می رویم و مطلب را به عرض می گیریم، به حضور شما به عرض می رسانم. خدای برتر و توانا در امی شریعت که عرض کردم با عنوان دین، با عنوان دینی تدین و تمدن، با عنوان شریعت اقتصاد و سیاست، با عنوان شریعت فرهنگ و اجتماع، در همین می فرماید: و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. برخی از مردمان هستند که میخرند لهو حدیث را تا اینکه گمراه بسازند مردمان را به واسطه لهو حدیث. اول یک مروری کوتاه بر سبب نزول آیه میکنه. برخی از مفسرین ذکر کردند که سبب نزول آیه مبارکه این است که شخصی بود به نام نضر بن حارث با پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم تضاد داشت در مکه مکرمه. زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از جنت صحبت میکرد، از دوزخ صحبت میکرد، از قیامت صحبت میکرد، از توحید صحبت میکرد، از امتهای گذشته در قرون متمادی در درازنای تاریخ صحبت میکرد، او سخریه میکرد، او استهزا میکرد، او نیشخند و ریشخند میکرد. و او تاجری بود که بر روم و فارس تجارت داشت. کتابهای از فارس که در او جنگ رستم و اسفندیار و امثالهم بود، پهلوانایی که قبل از اسلام گذشته بودند، افسانه هایی که در موردشان نوشته شده بود، اونها را جمع آوری کرده بود و به مردم میگفت. و همچنان کنیزای جمع آوری کرده بود. آوازخوان، به اصطلاح امروز آوازخوانا، اونها خود کنیز داشتن، سر کنیزای خود آوازخوانی میکردن. و همچنان باغهای جور کرده بود. مردم دعوت میداد، میگه بیاین محمد به شما جنت غیبی رو وعده میده، این جنت باغی خدا نشان میده، هر چی میخوری بخوری. محمد به شما حور وعده میده، این حور کنیزای خدا نشان میداد که چندین صد و هزار کنیزی که داشت، این کنیزا در اختیار شما. محمد به شما داستان موسی و عیسی و ابراهیم علیه السلام میخواد، این ما داستان رستم و اسفندیار میخواد. داستان ما احسن من قصته میگفت، از قصه های او قصه ما خوبتر است. پروردگار قدیر جل جلاله این آیه مبارکه را نازل کرد. این آیه معنای لهو الحدیث یک معنای فراگیر، معنای عام شمول و معنای بسیار جدی هست. برخی از مردم هستند که لهو حدیث را میخرند تا مردم را گمراه بکنند. اما لهو حدیث چی است؟ در معنای خصوصش، در معنای خصوصش لهو حدیث در معنای خصوصش و تفسیری که
ببینیم برادرای بزرگوار، قرآن بعضی به این باور است، بعضی برادرای ما، بعضی جوانا به این باور است که قرآن هر کسی که تفسیر کنه تفسیر است دیگه. یک کسی که مثلا 20 سال 30 سال مدرسه بخونه، پوهنتون بخونه، بعد از او دکترا شوه و دکتر شوه، او حق داره که قرآن تفسیر کنه. اینطور نیست. قرآن تفسیر شده. وقتی که شما به مکاتب تفسیر بروین، مکاتب تفسیر چند نوع است، چه قسم است؟ ان شاء الله به زودی یک رساله یا کتابی که از عربی به فارسی از مقدمه امام قرطبی ترجمه شده در خدمت شما قرار خواهد گرفت و خیلی معلومات ان شاء الله با شما در اون مورد خواهد داد. اگر تا هنوز چاپ نشده به امیدوار از خداوند هستیم که چاپ شود، چون دیگه مسائل نوشتن و کامپیوترش خلاص است، صرف مسئله دیزاین و مسائلش مانده و ان شاء الله به زودترین فرصت به امید خدا بعد از دست شما قرار. بر علاوه این معلومات بسیار زیاده در مورد قرآن. تفسیر قرآن این نیست که ما فکر میکنیم. تفسیر قرآن، بهترین تفسیر خود قرآن به قرآن است. اول مثلا القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه. قارعه خدا خودش میگه ما القارعه، قارعه چیست؟ و ما ادراک ما القارعه، تو چی میدانی پیامبر قارعه چیست؟ خودش تفسیر میکنه. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قارعه آن روزی است که مردم مانند پروانه های پراکنده شده می باشند که هیچ جهت ندارن، هر طرف دست و پا میزنند و حرکت میکنند. و بعد از او بهترین تفسیر قرآن حدیث است و بعد از او قول صحابی که استناد به حدیث و پیامبر کرده باشد. و این بزرگوارایی که از اصحاب مفسر هستند، اولینش حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت عبدالله ابن مسعود و امثالهم هستند که به 5 نفر تقسیم میشن و 5 مکتب دارن، از هر مکتب شاگردای فارغ شده و اینها قرآن تفسیر کردن. ما که آیت را میگیریم میبریم اول میگیم حضرت ابن عباس چه گفته، حضرت علی چه گفته، حضرت عبدالله ابن مسعود چه گفته، بعد از اون میآییم. اما تفسیری به رأی، تفسیری که به فکر و مغز یک آدم، البته در پیوست با استدلالات شرعی کسان دیگری هم قرآن تفسیر میکنن به 30 جلد و 20 جلد و امثالهم، اما اصل تفسیر او تفسیر است. این تفسیرهای دیگر که در واقع حرف بشر میشه و حرف بشر عادی یعنی پیامبر نه، این قابل اخذ و قابل رد است. به هر تقدیر بعضی از مردمان میخرن لهو حدیث را. عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس در روایت مفسر بنام نحاس میگه که مراد از لهو حدیث غناست. غنا یعنی تغنی، آوازخوانی. کسی که لهو حدیث را میخره تا که مردم را به او گمراه بسازه، آخر آیه وعده میده که این گروه در جهنم است، این گروه وارد جهنم میشه. موسیقی های امروز به صورت قطع گفته میتونیم حرام است. برای چی؟ امام قرطبی در ذیل آیه مبارکه موسیقی را تقسیم کرده و 2 بخش. یک بخش او موسیقی که هیجان آور است و در او از ذکر و شمایل زنان و از صفات شراب یادآوری شد و امثاله. مثل که موسیقی ها از این چی شده برای خدا؟ این مفسرین چی میگه؟ او موسیقی که در او آوازخوانی، او اشعار و موسیقی که آوازخوانی که در او صفت زن و صفت شراب شود به مجمع علیه حرام است و محرک باشه و انسان را به سوی به اصطلاح زنا، فحشا، فساد تشویق میکنه. این حرام است. و اون موسیقی که در عروسی ها، در عیدها از طرف فقها قلیلش اجازه داده شده، او از خود شرایط داره. شرایطش امینه که او داریه گرفته شود، در او با یک چوب چیز زده شود، غیر منظم، یکی غیر منظم باشه و دیگه در او جلاجیل نباشه،
جلاجل داریه هایی را میگویند که در ماحولش یک قسم برگک های از آهن است که شرنگ و پرنگ میکنه، از این نداشته باشه و تنها با چوب غیر منظم زده شود. در عید در بعض خوشی ها مثل که غزوه خندق مسلمان ها وقتی که پیروز شدن یک جشن گرفتن، یا در اعیاد و احادیثی را که شما را باید فریفته نسازه گپای دکتر یوسف قرضاوی. هدف او چیزی دیگری است که او دو حدیث را که برای از استدلال میکنه در برابری از دو حدیثی که دکتر یوسف قرضاوی میاره برای اباحت موسیقی که میگه موسیقی فی الجمله جواز است، فی الجمله، و این مسائل ذکر میکنه و طور استیعاب این مسئله را ذکر میکنه. قلیلی از موسیقی، قلیلش همین است. اما امروز گروه موسیقی خانه در پیش کی میخوانه؟ امام قرطبی رحمت الله علیه قسم سومی از موسیقی را که جواز میگه او ایست که کنیزی آدم به خود آدم بخوانه. کنیزی آدم به خود آدم بخوانه، هر رقمی که میخوانه، با دول میخوانه، بیدول میخوانه، با رقص میخوانه، این جواز داره. چرا میگه از کنیزش برش همه چیزش حلال است. چی صوتش خب حلال است، باید بشنوه و لذت ببره. این جواز میگه یک تعداد فقها. اما اگر کنیزش برای غیر استخدام کنه، دیگر کس دعوت کنه، در اونجا حضرات علمای شوافی بعضها گفتن که دیوس است. دیوس معنایش کل میفهم. معنای دیوس چیست؟ معنای دیوس ایست که انسان بالای ناموس خود، بالای حلال خود، بالای خواهر و مادر خود بداند که زناکار است، بداند که رابطه منفی، رابطه خطرناک، رابطه غیر مشروع و غیر انسانی و غیر اسلامی با فلان داره و لباس خود خب بگیره. به تمام معنا میداند. امروز آزادی بی حد و حصر که حکومت‌های فاشست، حکومت‌های غربی، حکومت‌های لایق و سیکولار برای جامعه اسلامی پیشکش میکنند، با فرهنگ والای ما، با دین ما، با مذهب ما، با قاموس و فرهنگ مقدس ما تطابق ندارد. ارائه خدماتی که از طریق دوشیزه های تاجیکستان در باغ بابر صورت میگیره ما به خبر نیستیم. دولت بزرگوار و محترم، وزارت اطلاعات و فرهنگ به شعور، تو کجا در خواب هستی؟ چرا در خواب هستی؟ برای چی استخدام شدی؟ از وکلای پارلمان من حیث یک مسلمان اینمی جمعیت اسلام خواهش داره نداره که وزیر معزول شود؟ ما خواهش میکنیم این وزیر کفایت و بیجوهر که کوچه کوچه ما را سالونهای رقص، سالونهای مردگوخانه، فسادخانه های رسمی گرفته باید معزول شود. به نام سالونهای عروسی در او شراب خورده میشه، به نام سالونهای عروسی در او میلیونها و میلیاردها زنا صورت میگیره، در او فحشا صورت میگیره. وقتی که شراب در او زده شد باز با کوچه ها در نیمه های شب پراکنده میشوند، مانند خر و مانند سگ آواز میدن. نمونه مثالش این بلدینگ بلندی به نام قصر زرین و چطور و چنانه که در اینجا نوشته کرده. همه اینها یک فاجعه است، یک مصیبت است. کسان این مسائل را اداره میکنند، در رأس این مسائل قرار دارند که ذره از ایمان، ذره از وجدان، ذره از اسلامیت، ذره از افغانیت و غیرت در وجودشان وجود ندارد. ما خواهش دیگر از پارلمان و مجلس سنایی است که پیرامون سالونهای عروسی باید توجهی جدی صورت بگیرد. برادر، ما 1.5 میلیون شهید در این خاک دادیم
و روز به روز به تعداد شهدا افزوده میشه. طبق آمار ملل متحد و مفسدین فی الارض که سنجیدن 120 نفر باید روزانه در افغانستان کشته شود. 120 نفر روزانه باید در افغانستان کشته شود. توسط هر چیزی که میشه، توسط هر کاری که میشه باید کشته شود. آب بی وجدان، آب بی غیرت، خواهر تو در جنوب مورد حق حرمت قرار میگیره، خانه برادر در جنوب و شمال شرق مورد حق حرمت قرار میگیره. تو اینجا پایکوبی میکنی، تو اینجا رقص میکنی، تو اینجا آوازخوانی میکنی. به من تو زندگی حرام است. به من تو چه رقم وجدان داریم که در چنین روزی افعای بزرگی آمده، مصیبت بزرگی آمده، بلای بزرگی بالای این ملت آمده، به نام اصلاح، به نام امنیت، به نام ایسف و امثالهم. اما دوشیزه های عفیف، دوشیزه های پاک و منزه این ملت را یا در مؤسسات استخدام میکنند، دامن عفتش را از بین میبرند، یا با عنوان این در قرا و قصبات حمله میکنند، با عنوان طالب، با عنوان القاعده و امثالهم، با بهانه های مختلف از اونجا اینها را شکار میکنند و میارند و عفتشان را از بین میبرند. آیا این بلا و مصیبت اوسو شده که تو هر شب برای من موسیقی چالان میکنی؟ در تمام این سالون های عروسی همین مسئله است. این مسیح تو به خاطر چی است؟ بگو نه، به خاطر چیست؟ پیامبر بزرگوار اسلام یک حدیث است که در او حدیث اشاره کردن 15 مسئله را که امت ما کرد یحل به البلا، بلا به او حلال میشه، بلا به او نازل میشه، بلا به او خامخا میآید. از جمله یکی شنیدن معازف است. معازف یعنی موسیقی، یعنی غنا. و یک چند حدیث را با عنوان نمونه از کلام پیامبر بزرگوار اسلام علیه الصلوات و تسلیمات به طور مسند یادداشت کردم تا اینکه حضور شما پیرامونی همین مطلب به عرض برسانم. ما به قول کی زندگی میکنیم؟ شما باور داشته باشین کسی که مسلمان است، کسی که اهل دین و دیانت است، فقط قول خدا و پیامبر و ائمه دین. امروز مفتی ما، سیاستمدارای ما، چوکیدارای ما، قدرتمندای ما، العیاذ بالله ثم العیاذ بالله ثم العیاذ بالله، از سخن پیامبر کده، از سخن خدا کده، سخن هیلاری کلینتون و تونی بلیر و امثالهم را ترجیح میدن. یا کجایشان مسلمان هستن؟ مسلمان همین طور می باشه؟ مسلمان باید در زیر سایه قانون خدا زندگی کند، نه در زیر سایه قانون ابلیس و شیطان و کفر. به هر تقدیر باید از این به پیش هر چی که کردن از این به بعد تجدید نظر بکنن در راهشان، در رفتارشان، در روششان، و این را بدانند که خدا شاهد است که حکومت سکولار، حکومت لایق به نام دموکراسی با جوامع اسلامی، با سنت‌های اصیل انسانی اسلامی افغانی تطابق ندارد، رو به زوال، رو به سقوط، رو به هدم و رو به ویرانی خواهد. یک حدیث اول پیامبر خدا میفرماید لا تبیعوا القینات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خیر فی تجارتهن و ثمنهن حرام. شما زنان آوازخوان را که در وقت کنیز بودن نخرید، در تجارت اینها خیر و برکت نیست و نه بفروشید و نه بخرید، و پیسه‌ای که از این به دست میآید این هم حرام است. آیا پیسه‌ای که به واسطه موسیقی جمع میکنند این حلال است؟ تمام وسایل و ابزار کسی که کارش میکنه در این داخل است. این حدیث را ترمذی و طبری از حدیث ابی امامه باهلی روایت کردن. ابن عباس حدیثی که قبلا خواندم فرمود الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الکلى. تغنی، آوازخوانی نفاق را در دل انسان میرویانه، زنده میکنه، مانند که آب گیاه را میرویانه. حدیث دیگر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند، حدیث قبلی هم روایت ابو داود است،
ما من رجل يرفع صوته بالغنى الا بعث الله عليه شيطانين احدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكب فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت. رواه الطبراني عن ابی امامه. این حدیث را طبرانی از ابی امامه روایت کرد. ترجمه این حدیث است که هیچ مردی صدای خود بالا نمیکنه به غنا مگر اینکه پروردگار بر او دو شیطان را مسلط میکنه، یکی به این شانه راستش و یکی به شانه چپش، و او با پاهای خود در شانه این مرد میکوبند تا زمانی که خودش خسته شود، تا زمانی که خودش بس میکنه. حتی هو الذی یسکت. و حدیث دیگر است که پیامبر خدا فرمودند صلی الله علیه وسلم: صوتان ملعونان فاجران انها عنهما، صوت مزمار رنت الشیطان عند نغمه و مرح و رنت عند مصیبت لطم خدود و شق جیوب. صحیح اخرجه ترمذی. دو صوتی هست، دو آوازی هست که ملعون است. ملعون یعنی از رحمت خدا دور، طرد شده. فاجر است، از رحمت خدا دور. انها عنهما، از این دو صوت ما منع میکنم. پیامبر خدا میگه از این دو صوت ما شما را منع میکنم. او کدام دو صوت است؟ صوت مزمار، یک صوت موسیقی است که دایی ورنه شیطان است، صدای شیطان است در وقت نغمه، بازخوانی، تغنی و امثالهم. و مرح، و صدای دیگه مرح است و او هم رنه است. او کدام است؟ عند مصیبه لطم خد خدود و شق جیوب. این به سوی یک مسئله بزرگ دیگه اشاره میکنه که در وقت مصیبت انسان باید انا لله و انا الیه راجعون بگوید. هر مصیبتی که باشه، خرد و بزرگ. در اوجا پیامبر خدا فرمودن: من شق الخدود، من شق الجیوب و خد الخدود و دعوا به دعوت الجاهلیه فلیس منا. کسی که در وقت مصیبت بر روی خود بزنه، گریبان خود پاره کنه و چیزهای هرزه و بی‌معنا بگوید، او از جمله ما نیست. این به او طرف اشاره میکنه. این حدیث را هم حدیث صحیح است. امام ترمذی رحمه الله در صحیح خود ایره روایت کرده. حدیث دیگر: بعثت بحتم المزامر. پیامبرش اشعارش است و این حدیثش است. بعثت، مفرستاده شدم، بحتم المزامر، به ویران کردن مزمار، به ویران کردن آلات موسیقی. مزمار آلات موسیقی در یک کلام خلاص. و طبل، ما فرستاده شدم به ویران کردن و شکستن مزمار و طبل. روى ترمذی عن علی رضی الله تعالی. این حدیث را امام ترمذی و روایت آخرش که به حضرت علی کرم الله وجهه میرسه از او روایت کرد. و حدیث دیگری که قبلا براتون خواندم: 15 چیز را امت ما اگر بکنه و اونها بلا حلال میشه. در رابطه با موسیقی مسئله بسیار زیاد است، احادیث خیلی زیاد است و یکی میخوام آخری مسئله موسیقی را به گپ امام مالک رحمت الله علیه ختم بکنم. از امام مالک رحمت الله علیه کسی پیرامون موسیقی پرسان کرد که چطور است؟ گفت: احق هو؟ احق هو؟ آیا او را حق میدانی؟ فماذا بعد الحق الا الضلال. سبحان الله. مجتهدین معلمین برجسته امت هستند. چی فرمود؟ فماذا بعد الحق الا الضلال. اگر حق است بگو حق است، چون او آدمی که سوال کرد فهمید که حق نیست. گفت نه. بعد فرمود فماذا بعد الحق. این آیت است. فماذا بعد الحق الا الضلال. نیست بعد از حق انسان از دایره حق بیرون بره، بعد از حق بجز گمراهی چیزی دیگری وجود نداره. و یک مسئله دیگه خیلی تأسف میکنم، در اوج ما پیرامونی الوی جرگه یعنی نبی صحبت کردیم و از یا این خواهش کردیم یک فیصله بکنیم که ما با او افتخار بکنیم، ما با او سربلندی داشته باشیم. یا آمدن چه کردن؟ چه رسوایی کردن برای خدا. عدد 39 را به رسمیت شناختن. گپ سخن فاجر، سخن فاسقا، سخن فاجرا، سخن مخربین، سخن تخریبگرا، اوباشا، بدماشا، انسانهای هرزه را انسان به رسمیت شناخت. ولی بدانند که این گپ اینها جایی را نمیگیره.
یک ترافیک کابل بر یک ریاست ترافیک کابل در حدود 5 سال شده مبارزه میکنه. شما 2000 و چند صد نفر وکلای منتخب این ملت بر حق شهید پرور و مجاهد عمق جرأت نداشته که برابر یک ریاست ترافیک کابل برای 3 روز مقاومت کنه. خیلی اشتباه بزرگ، اشتباه خطرناک و تاریخی کردن. اما کاری که اینها کردن دیگر کارهایشان خب معلومات نداریم، ولی این مسئله شما ببینید تمام کامراهای دنیا سر شما فوکس کرده که شما چی میکنین، حتی تشناب رفتنتان را هم مردم فیلم پوری میکنن. باز اینها اقدام به یک کار شرماور کردن که خیلی خجالت آور و شرماور است. و همین مسائل بود حضورتان عرض کردم. دعا میکنیم الله جل جلاله به همه ما و شما توفیق عمل نصیب بفرماید و الله جل جلاله همه ما و شما را از جمله کسایی بگردانه که به حق باشیم در حالت حیات، به حق باشیم در حالت ممات و به حق باشیم بعد از ممات در حشر و در قیامت. خداوند جلت عظمته همه ما و شما را شفاعت محمد رسول الله صلی الله علیه و نصیب بفرماید. اله العالمین خدایا سیاستمدارای ما را، تجار ما را، محتکرین گاز و تیل و امثالهم مواد محروقاتی را توفیق عمل نصیب بفرما. همچنان کارگران، قضات، سارنوالان و امثالهم را، رشوت خورا را هم توفیق عمل نصیب بده که از رشوت دست بکشن و به تمام ملت ارائه خدمات صادقانه و درست داشته باشند. الله جل جلاله خدایا و ما توفیق بهتر طاعت و عبادت را نصیب بفرما به عزت لا اله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.